ای توف تو این شانس وکیل عزیزت داره میاد. چی شد؟ ماشینو پیدا کردن. خب؟ بدون سرنشین توی پارکینگ پیداش کردن. معلومه با برنامه اومدن. پلیس هنوز دنبالشونه. یعنی هیچ اثری ازشون نیست؟ ماشین به اسم یه شرکت تو استانبول، اما نمیتونن به علی تاشکین ربطش بدن. دوربینای پارکینگ هم چک کردیم، اما چون هوا تاریک بوده نتونستیم پیداشون کنیم. راستش هیچ مدرکی دستمون نداریم که ازش شکایت کنیم. موقع ارتکاب جرم باید بگیریمش، وگرنه کارمون خیلی سخته. گلپری، معلومه تک تک کاراشون از قبل برنامه ریزی شده. از کجا فهمیدن که ما تو پارکیم آخه؟ آقا جونمو دست کم گرفتی. روسایی ها اینقدرام ساده نیستن. میدونستی منم اهل تاشکینم؟ یعنی همشهریم. منم همونجا بزرگ شدم. نمیذارم دخترم به سرنوشت من دوچار شه. نمیذارم برای که سر من اومد سر اونم بیاد. نمیذارم دستی دستی آینده‌شو خراب کنه. خدایا خودت کمک کن. قدیر چیکار کنه؟ حق با توی. بردنش تاشکین. میریم دخترتو میگیریم، میریم و برمیگردیم. تو نرو، یواش بابا جان. پاشو پاشو. تو کجا؟ حسن، کمک مامانت کنم. مگه چی کارشی؟ وکیلشم. خوب کسی وکیل نمیخواد آقای وکیل. بهتر بری دنبال کارت. حسن بسه. چی میگی؟ به هم گفته بودن مادرت بی عفته، اما فکر نمیکردم اینقدر هم بی حیا باشی. خانم سرایدار خجالت بکش. حسن بسه، دهنتو ببند. باشه تموم. گلپری واسه آروم باش. ببین، من نمیذارم شما تنهایی برین تاشکین. این از این. کمک لازم دارین، وکیل احتیاج دارین. یکی باید بیفته دنبال کارا. تو میخوای انجام بدی؟ فکر نمی کنم. تو که موضعتو مشخص کردی، نه؟ پیر هستی اما خیلی باهوشی. بالاخره یکی حالیش شد. من نمیخوام اینجا بمونم. ببین پسر جون، بیا بغل عزیزم. حرفایی نزن که بعداً پشیمون بشی. خودت که شاهدی چقدر دوستتون داره. چرا درشو میشکنی؟ من به جای بحث کردن پاشیم بریم تاشکین. من که از خدام آقای وکیل. زودتر پاشیم بریم، اما بدون که ازت خوشم نیومده. آقا جونم هم ازت متنفره. مطمئنم یه چیزی ازت دیده. به همه موکلات انقدر نزدیکی فکر نکنم. میدونستی مادرم منو هم تنهایی بزرگ کرده؟ برای همین باور کن درکت میکنم. منم یه بچه دارم همسنای توه. خب این رفتارو برام عادیه، به دل نمیگیرم. اما مادر دوست دوران بچگیمه. حرفایی که بهش میزنی ناراحتم میکنه. آره، دوست بچگیته. پس خیلی وقت میشناسیش، درسته؟ پاشین گلپری، بلند شین یه تاکسی بگیریم. باید بریم. تاکسی! اگه با هواپیما میرفتن پلیس اینجا جلوشونو میگرفت، نه؟ تو لیست ورود و خروج اسم بدریه هست. نگران نباش. هواپیما، قطار، اتوبوس اگه سوار اینا بشن میگیرنشون. پس احتمالاً با ماشین رفتن. بدریه رو برمیگردونیم. نگران نباش.
قدیر آخه چجوری میخوایم برش گردونیم؟ تو میگی راضی میشه؟ با پای خودش باهاشون رفته، حالا با همون برمیگرده؟ برش میگردونیم. دارم بهت میگم دیگه. بفرمایید لطفاً. برای تاشکین 4 تا بلیط میخواستم با اولین پرواز. حتما. پرواز بعدی 7:20 صبحه. چی زودتر از این نداری؟ نه متاسفانه. اونا زودتر از ما میرسن، دیر میرسیم. خوبه، همینو بدی. باشه. کارت شناساییتون لطفاً. داداش کجا داریم میریم؟ جونم برات بگه که میریم خونمون. فردا شب قراره دستپخت خانم جونو بخوریم مثل قبلا. بعدش هم تو اتاقای خودمون میخوابیم. میخوایم برگردیم خونمون پیش آقا جون. الان همینقدر بدونی کافیه. خواهر چی؟ خواهرم قراره عروس بشه، میره خانم خونه خودش میشه. نگران نباش، بیا بشینیم، بیا بریم اونجا. یه ساعت مونده. کاش یکم میخوابیدی تو هم. رفتم برات قهوه گرفتم. سرحال چی؟ چه جوری بخوابم قدیر؟ حداقل قبلا میدونستم بچه‌ها پیش خانواده شوهرم در امانه. اما الان نمیدونم دخترم کجاست. وای خدا، وقتی بدریه نیست چه جوری بگیرم بخوابم؟ یه لحظه خودتو به سوچای من ببین چه حالی میشی. حق داری. چی بگم؟ برای قهوه ممنونم. خواهر پسرم نترس عزیزم. من اینجا، مادرت پیشته. یه خواب بد دیدی؟ آره؟ تو فرودگاهیم، میریم خواهرتو برگردونیم. هنوز یه ساعت مونده. میخوای بازم بخوابی؟ رود یه چیزی بکشم؟ نه نمیشه. چرا؟ چون که من چیش دارم. خوابیده، چیکار کنم؟ بیا من ببرمت. نمیشه. چرا؟ عمه قدیمه میشه، خواهرم هم میتونه ببره، خانم جونم میشه، اما با تو نمیشه چون که تو غریبه. عزیزترینم، من تو رو به دنیا آوردم. چجوری میتونی بگی من غریبم؟ حالت خوبه پسرم؟ ولم کن، ممنوعه. کی گفته ممنوعه؟ همه میگن. یواشکی هم دستتو نگیرم؟ نباید بگیری. باشه جان، پس فقط کنارت راه میرم. این که اشکالی نداره. باشه پس بریم.
با حکم میتونیم بریم تو خونه‌شون. من خونه الینا رو بلدم. بذار ببینم چه کار میشه کرد. عجله نکن. خدایا خدایا، بزرگی تو شکر، کرم تو شکر، شکرت که صدای منو شنیدی. 24 ساعت نشده منو برگردوندی روستای خودم. خدای شکرت. ناراحت نشو، اهمیت نده. جوونه، میخواد جلب توجه کنه. ناراحت نشدم، فقط فهمیدم به این راحتی ها نمیتونم دلشونو به دست بیارم. به دست میاری، دلشونو به دست میاری، نگران نباش. میگن خواستن توانستنه. بیا. حسن، اگه راز و نیازه تموم شد بلند شو بیا بریم. بیا پسرم، پاشو بیا. خانم سرایدار، مطلقاتو برای خودت نگه دار. اومدی دنبال بدریه، اما میدونی که دست بهش نمیرسه. برو. میتونی بری. باشه آقا، حلش میکنم. آقا ببین. در با بگو اومدن. آقا حسن، خوش اومدی. خیلی ممنون آقا ویسل. به آقا یعقوب خبر بدین اومدیم ببینیمش. یعقوب خان، اومدم دخترم ازت بگیرم. بهش خبر بده، زود باش. باز کنی، درو باز کنی. چی میخوای؟ این علم شنگه ها برای چیه؟ بگو بابات بیاد. دخترمو بدین وگرنه تو این شهر آبرو براتون نمیذارم. معلومه توهم زدی. هوای استانبول بهت نساخته گلپری. بگو بابات بیاد. چی شده؟ کی اول صبح؟ اوه، چی شده؟ گلپری خانم، ما اینجا تو در و همسایه آبرو داریم ها. دخترم کجاست؟ من فقط اومدم دنبال دخترم. مجبورم نکنین پلیس خبر کنم. کاری نکنین که حیثیت براتون نمونه. فقط یک کلمه بگین دخترم کجاست؟ این چرندیات چیه میگی؟ مگه دیروز با خودت نبردیش؟ نتونستی نگهش داری اومدی سراغ من؟ چی بهت گفته بودم؟ بلایی سرشون بیاد از چشم تو میبینم. تو باید بگی نوام کجاست؟ علی پسر سلیمان برش داشت برد. برادرزاده ای تو. پسر گفت با اجازه تو اومده. موندم تو چه جور آدمی هستی که یه دختر بچه رو بازیچه میکنی؟ اونا مثل خواهر برادرن، تو یه خونه بزرگ شدن. یعنی اینقدر بی وجدانی؟ درست حرف بزن. سلما دختر خاله منه. گوش کن، فقط به خاطر نوه هامه که هیچی بهت نمیگم. اما منم یه صبری دارم. یعقوب خان، تو رو خدا نذارین این عروسی سر بگیره. بدریه هنوز بچه است. نه بابا، وقتی تو عروس این خانواده شدی از بدریه فقط 1-2 سال بزرگتر بودی. وقتی پسرم از راه بدر کردی زنش شدی، مگه همسن بدریه نبودی؟ خانوادتو، پدر و مادرتو ول کردی. دوتایی با ایوب فرار کردین، هنوز یادمون نرفته.
اما انگار تو یادت رفته. معلومه بدریه هم به مادرش رفته. بس دیگه دارین زیاده روی میکنین. جلوی همه وسط کوچه به مادر نواتون دارین توهین میکنین؟ آقای وکیل قراره همیشه به پرپاچه من بپیچی؟ ببین یعقوب خان، من زبون آدمایی مثل شما رو خوب بلدم، اما الان جاش نیست. به جای کولی بازی بگو بدریه کجاست. اگه جاشو میدونی و به همون نمیگی بدونی که این کار جرم محسوب میشه. وکیل، حتما میدونی که تهمت زدن به یه نفر اونم جزو جرم است. بفرمایید بگردین. کسی جلوتون رو نگرفته. همه اتاقای خونه رو بگردین. اگه بود برش داریم ببرین. حسن کجا؟ اینجا خونمه. مثل اینکه یادت رفته. حالا که اومدم اینجا خانم جون و عممو نبینم؟ نکنه ما رو میکشید دادگاه؟ عزیز دلم اومده. سلام عمه جون. هاجر خانم سکون سفره رو آماده کنیم، بچه ها برگشتن. ای خدا قربونت برم. من بدریه رو پیدا میکنم میام دنبالتون. اگه پیدا کردی بیا. گلپری همه جا. نکنه نامزد کردن. وکیل متأهله. هنوز گلپری کسی ها پیدا نکرده. فعلا مجرد میگرده. باشه آقای دادستان، خیلی ازتون ممنونم. خیلی ممنون. خداحافظ. چی گفت؟ قرار شده پلیس دنبالشون بگرده. خوبه باز. خونه علینا کجاست؟ همینجاست نزدیکه، بیا. بچه‌مو دزدیدن، شاخ و شونه‌ام میکشن. همیشه حق با یعقوب خانه، منم همیشه مقصرم. چی بگم؟ آدم مگه میتونه اینقدر سنگدل باشه؟ آدم آره، اما یعقوب تاشکین میتونه. اونجاست. آقا سلیمان، پلیس تو راهه. خبر رسیده که دارن میان. گلپری هم اومده. میبینی بابا، میبینی کاراتو تو رو خدا. مگه بهتون نگفتم این زن ول نمیکنه؟ نگفتم پا میشه میاد دنبال دخترش؟ گفتم یا نگفتم؟ باشه بابا، گفتی خیلی خوب. مسلم بچه بذار قیمش کنم. بیا ببینم. بیا آقا سلیمان درو باز کن. پلیس. بدریه کجاست؟ ازتون شکایت شده که بدریه تاشکین رو دزدیدین. این حرفا چیه؟ بدریه مثل دختر خودمه، چه دزدیدنی؟ ای به خدا این حرفا. اسلم میگم بدریه اینجاست؟ نه، اگرم بود بهت نمیگفتم. عروس سابق. خانم مجوز ورود به منزلتون رو داریم، برین کنار. وای خاک تو سرم، خدا مرگم بده. چه خبره؟ آقا سلیمان، از شما و پسرتون شکایت شده. با عرف بازرسی اومدیم اینجا. باشه بفرمایید. آقا سلیمان، من وکیل گلپری خانم هستم. دیشب پسرتون علی جلوی همه وسط خیابون دختر گلپری خانمو دزدید. علی؟ این اداها دیگه چیه؟ انگار نمیدونم دارین فیلم بازی میکنین. چی داری میگی تو عروس خانم؟ حدتو بدون، ساکت باش. برای چی رفتی پلیس آوردی؟ پس لااقل بگین علی الان کجاست؟ زلیخا داداشت کجاست؟ زنمو جواب سوالمو بده. زلیخا بگو ببینم داداشت کجاست؟ علی نگاه کن، علی اونجاست. قدیر
اینجا چه خبره؟ خودشه، بگیرینش. چی داری میگی؟ پسر همینه. آروم آروم الان کن ببینم. یعنی چی؟ بدریه کجاست؟ من از کجا بدونم؟ مامانش اینه. ازش بپرسین بدریه کجا. همتون دست به یکی کردین منو دیوونه کنین. علی مگه تو دیشب نیومدی استانبول جلوی همه دخترمو بازور بردی ها؟ من اینجا بودم. دیشب با دوستام توی قهوه خونه جمع شده بودیم. همه هم بودم. پاشو برو بپرس. شما از خدا نمیترسین؟ حالا خوبه خودم دیشب اونجا بودم. عروس بس دهنتو ببند. جواب منو مثل بچه آدم بده. پسرمو ول کن. رفتی زندان اومدی حیا برات نمونده. درست حرف بزن. ما جای بدریه رو نمیدونیم. دست از سرمون بردار. بفرما برو استانبول. بفرما. یواش از سن سالتون خجالت بکشین. درست حرف بزنین. شما نمیخواین این وسط کاری بکنین؟ علی جوابی نداری بدی؟ آخه من چرا باید بدریه رو بدزدم؟ ای بابا دوربین مربین نبود چک کنین. پسر من اهل دروغ نیست. پسرم بدون سابقه و اهل خانواده است. یادت نرفته که ما از خانواده یه سرشناس تاشکینی. این وصله ها به ما نمیچسبه. شما چه جور آدمایی هستی؟ واقعا برام سواله. از خدا هم نمیترسی؟ باشه تو خوب ما بد. بس کن دیگه. دروغ میگن. به خدا دروغ میگن. جاشو میدونن اما همشون دارن دروغ میگن. گلپری آروم باش. وارد بازیشون نشو. اونام همینو میخوان. بسپرش به من. آقای پلیس شما نمیخواین کاری بکنین؟ خواهش میکنم لطفاً به ماموراتون بگین همه جا رو بگردن. بدریه رو تو همین خونه مخفی کردم. تا پیداش نکنین نمیریم. باشه با من بیاین. دارن کل خونه رو زیر و رو میکنن. بابا خون سرد باش. چی شد؟ قربان کسی پیدا نکردیم. باشه همتون بریم بیرون. اطاعت قربان. چی شد کمیسر؟ آقای وکیل دیدین که کل خونه رو گشتیم همه جا. متاسفانه هیچ ردی از دختر موکلتون پیدا نکردیم. علی جلی چشای خودم دخترمو برد. اگه اینجا نیست حتما بردنش یه جای دیگه. پاشیم هممون بریم کلانتری. آقای وکیل من هم دختر دارم. دردتو میفهمم. بهتون قول میدم تک تک خونه‌های تاشکین رو بگردم. اما منو با این خانواده در ننداز. آقای کمیسر درکتون میکنم. اما شما هم حال ما رو درک کنید. نمیشه اینطوری. اگه برخورد قانونی نکنین از شما هم شکایت میکنم. آقا سلیمان لطفا شما خانواده‌تون همراه من تشریف بیارین کلانتری. معلوم است چی میگی؟ به چه جرمی میخوای بابای منو ورداری ببری کلانتری؟ چی میگی؟ باشه اما بابا هر کاری بگن انجام میده. بذار کیفمو بردارم. کیف چیه؟ بیا. زلیخا تو بمون خونه. قدریه تا ما بیایم سبزی‌ها رو پاک کن. میدونم همینجاست. قایمش کردم.
بریم دیگه.